با درود به شما هم میهنان گرامی. در این ویدیوی کوتاه میخوام با شما در مورد معنای آریا و اینکه چرا ایران رو مرکز دنیا میدونستن صحبت بکنم. تمام تمدن‌های باستانی دوست داشتن که خودشون رو مرکز دنیا بدونن. از مصر باستان گرفته که از 2000 سال پیش از میلاد خودش رو امپراتوری میانه نام گذاشته بود، تا چین، با اینکه چین اسم یک سلسله هست ولی معنای واژه چین یعنی میانه زمین یا امپراتوری میانه، تا میرسیم به مدیترانه که شاید این نام آشناتری باشه. مدیترانه از مدیوس ترا یعنی میانه زمین. اونها هم خودشون رو دوست داشتن در مرکز زمین بدونن. ما موقعی که به نقشه دنیا نگاه میکنیم چند هزار سال پیش، با اینکه تمدن‌های بزرگی در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی بود از جمله تولتک، آستک و مایا، این تمدن‌ها برای دنیای کهنه شناخته شده نبود و دنیای شناخته شده یا دنیای متمدن در این مستطیل جا داشت. زمانی که خورشید به بالای این نقطه میرسید تمام دنیای شناخته شده در روز بود. این رو بهش میگفتن آفتاب نیمروز که ترجمه مستقیم عربی اون میشه نصف و نهار، و بعدها به دلایل سیاسی این مبدأ یا این میانه زمین به پاریس و لندن انتقال پیدا کرد. بر اساس اوستا ایرانیان کهن خاستگاه خود را ایرانویج می نامیدند، یعنی قلب زمین. ما زمانی که به نقشه های مختلف دوران هخامنشی نگاه میکنیم میبینیم دقیقاً همین نقطه یا همین خط اون جایی هست که آریا نامیده میشد. آفتاب نیمروز از سیستان و بلوچستان امروز ایران میگذره، هم از روی زابل و هم از روی زاهدان. این دو شهر رو موقعی که نگاه میکنیم از خط راست یک انحراف 20 درجه‌ای با هم دیگه دارن و جالب اینجاست که ما زمانی که به گردش زمین به دور خورشید هم نگاه میکنیم، زمین یک انحراف محوری 23 درجه و نیم داره به دور خورشید، که یعنی با اختلاف 3 درجه و نیم این دوتا شهر روی خط درستی بنا شدن. سیستان زادگاه سام، زال، رستم و سهراب هست. ما زمانی که به این خط نگاه میکنیم میبینیم که لحاسا در تبت، زاهدان، تخت جمشید و اهرام مصر روی یک خط بنا شدن. مسئله‌ای که تا به حال بهش دقت نشده در مورد ریشه نام زاهدان هست که این از زهدان که به معنای بچه‌دان یا قرارگاه نطفه هست میاد. این از نظر نمادین یعنی این که پدر خورشید با نطفش مادر زمین رو بارور میکنه و دقیقاً از همین جاست که پهلوانانی مانند رستم، سهراب، سام و زال به دنیا میان. و این یکی از دلایلی هست که در زبان سانسکریت آریایی به معنای نجیب زاده و از خانواده خوب هست. هم میهنان، ایران گنجینه است، پاسش بداریم. سپاس از شما.